وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها كذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. اینک بعونی الله سبحانه و تعالی ما درسای خود را دوام میدهیم از کتابی دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، یعنی درس های زبان عربی برای کسانی که با عربی حرف نمیزنند، من الجزء الاول از قسم یکم. طوری که در درس های گذشته گفتیم، هر یک درس برای خود دو چیزی مهم دارد. یکی از آن دو چیز مهم الکلمات الجدیده، کلمه های نویس که واردی این و آن درس شدگی هستند، باید که اینها را از بر کرده شود. دویم چیز مهم خوب می شد که اگر اینها را نیز قدر استطاعت از بر کرده شود. این قاعده است. هر یک درس را صاحب کتاب در اساس قاعده تشکیل کرده است. چقدر که قاعده آموختنش آسان شود، همین قدر زبان عربی را فهمیدنش هم آسان می شود انشاءالله. نعم، درس امروزی ما بعون الله تعالی الدرس التاسع، یعنی درس نهم نیز موافق به درس های گذشته به خود لغت های نو و همچنین قاعده دارد. الكلمات الجديدة للدرس التاسع، یعنی کلمه های نو برای درس نهم. فاکهة، فواکه، میوه. فاکهة چی میشده است؟ میوه میشده است. جمعش فواکه. این را جمعی شکسته میگویند و غیر منصرف است. عصفور، گنجشک. جمعش عصافیر. این هم جمعی شکسته و غیر منصرف می باشد. طائر، پرنده. طایر هم می شود. جمعش طیور، پرنده و پرنده ها. لغتون، لغات، زبان، لغت. سهل، که سهل، آسان. گوارا، سهل. مجتهد، کوشش کننده با غیرت. جمعش مجتهدون. این جمعی مذکری سالم میگویند. شهیر، مشهور. جمعش شهراء. القاهرة، قاهرة. انگلیسیه، انگلیسی، یعنی زبان انگلیسی، یا که هر چیزی که به زبان انگلیسی چی دارد؟ منصوب است. جوعان، گرسنه. جوعان، گرسنه. زنانش یا که جنسی زنانه جوعا. جمع برای هر دو جیاع، یعنی هم برای مذکر و هم برای مؤنث استفاده برده می شود جیاع را. کسلان، دنگاسه، تنبل.
جنس زنانش کسلا، جمع برای هر دو کسالا. عطشان تشنه، جمعش عطاش. جنس زنانش عطشا، عطشانو، عطشا، عطاش. غضبان غضبناک، غمگین، دلگیر. غضبان. جنس زنانش غضبا، جمعش غضاب. آیدی این یعنی کلمه ها انشاءالله با میگذاریم، اینها غیر منصرف می باشن که دو تا علت دارن. ملآن پر، وکی پر شده. اليوم امروز، یوم روزه، جمعش ایام. وقتی که در سری یوم الف لام داخل شود همین روز را در نظر داشته می شود. الیوم همین روز، یعنی که همون روزی که ما در آن هستیم. وقتی گفتن یوم روز نامعین، روز روزها. عند در نزدیک، در قریبی، در نزدیکی گفته جمله دوام میدهد. هناك آنجا، یا که در آنجا. مستشفى پلیکلینیک گفته است بیمارخانه می شود. پلیکلینیک مستوصف می شود، خطا آمده است. اگر بینید در کتاب همین طور نوشتگی باشد خطا است. مستشفى بیمارخانه می شود، پلیکلینیک مستوصف می شود. مستوصف. جمع مستشفى مستشفيات. وزیر جمعش وزراء. حاد تیز. اندونيسيا. مدرسة ثانوية یعنی مدرسه میانه قسمی بالا، یعنی از با تعبیر امروزه گویم از صنف 10 تا 11 مدرسه ثانویه میگویم، تحصیلات عمومی میانه. مکتبه کتابخانه یا که کتبخانه، جمعش مکتبات، جمع مؤنثی سالم میگویند این را. مروحه شمال دهک یا که شمال کنک، جمعش مراوح. کوب استکان جام، جمعش اکواب. این است بارک الله فیکم کلمه های نو که وارد این درس شده هستند. الدرس التاسع، درس نهم. من هذا الرجل؟ این مرد، این شخص، این نفر کیست؟ خب الرجل برای چی الرجل شد؟ احسنت، این بدل است. این مرد کیست؟ هو عباس، همان مردی که تو پرسیده ایستاده عباس است. این مرد کیست؟ وی عباس است. عباس تاجر، عباس تاجر است. عباس در اینجا مبتدا است و تاجر چیه؟ خبر شده ایستاده است. هو مبتدا است و عباس خبر است. اکنون موضوع درس ما درباره یعنی قاعده های نحو در همین جا سر می شود. عباس تاجر
غنی. عباس تاجری بای است، یعنی دارامند است. عباسون در اینجا مبتدا است، تاجرون خبر شده ایستاده است، تاجرون منعوت است، غنیون نعت است. معلوم میشد است که درس امروزی ما چی داشتش؟ قاعده نوی دارد به نام النعت. نعت میگویند در جای خود، ما در زبان فارسی نعت پیغمبر میگویند که نعت پیغمبر یعنی صفت. النعت هو تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره وتذكيره وتأنيثه. این را نعت میگویند. یعنی نعت هم از جمله تابع ها بود است. خیلی که بدل گفتیم که تابع می شود از مبدل منه. نعت هم تابع می شده است. معلوم می شده است که از این پیش چیزی بود است که تابع همان شده است. همان چیزی که از نعت پیش ذکر شده است و ایران منعوت می نامند. فهمیدید؟ اول منعوت می آید، این رو در زبان روسی می گویند که ایمه существительное. نعت имя предлагательное میگویند. فهمیدید؟ اسمی وصف شده و وصف. اسمی وصف شده، اسمی که او را وصف کرده شده ایستاده است که بعد آن آمدگی اسم را نعت مینامند یا که صفت مینامند. همان صفت تابع متبوعش میشده است در رفعش، در نصبش، در خفضش. یعنی چی گفتنی؟ اگر منعوت مرفوع باشد نعت هم مرفوع می شود، منصوب باشد منصوب می شود، مجرور باشد مجرور می شده است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. تابع است. و تعریفه و تنکیره، اگر منعوت معرفه باشد نعت هم معرفه می شود. اگر نکیره باشد چی؟ نکیره باشد نکیره می شود. و تذکیره و تأنیثه، اگر مذکر باشد نعت هم مذکر می شود. فهمیدید؟ مؤنث باشد چی؟ مؤنث می شود. این خیلی هم تعریفاتی مهم است. بارک الله فیکم. نحو عباس تاجر غنی، در اینجا کدام کلمه است که وی را نعت نامیده می شود؟ غنی. احسن. معلوم می شده است که از غنی پیش ذکر شدگی اسم را چگونه اسم می نامند؟ منعوت می نامند. وی کدام است؟ عباس است یا که تاجر؟ تاجر. اعراب این چنین است: عباس مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف. فهمیدید؟ اسم است، مفرد تنها است، عباس. منصرف آخرش تنوین را قبول کننده است. وقتی که ما گفتیم مبتدا است، ما باید که برای مبتدا چی را یافته تیار کنیم؟ خبر. مبتدا بی خبر نمی شود وگرنه جمله ناتمام می شود. تاجر خبر المبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف وهو منعوت. این با منعوت شده ایستاده است، یعنی صفت دار. بعد از وی دیدی شدیم که غنیون آمده ایستاده است. وقتی که دیدیم که بعدی تاجر غنیون آمد یا که دیگر کلمه های موافقی همین صفت میشدگی باشد، ما مجبوریم چی بگیم؟ تاجر منعوت گوییم. اما خیلی است غنیون نعت مرفوع. نعت هم مرفوع شده ایستاده، زیرا که چه؟ منعوت مرفوع است. و علامت رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف.
خیلی هم آسان است. بارک الله فیکم. عباس تاجر غنی، عباس تاجری بای است. حامد مدرس، حامد مدرس است. حامد مدرس جدید، حامد مدرسی نو است. کدامش منعوت است؟ منعوت کدام است؟ مدرس منعوت شده است. جدید چی؟ نعت شده است. آسان است انشاءالله. ما هذا؟ این چیست؟ هذا تفاح، این سیب است. یک تا سیب در نظر ندارد، چندی از سیب ها است. و تفاح وقتی گفتن اینه اسم جمع میگوین، یعنی که صورتش تنها میتوبد و لیکن معنای جمع رو در نظر داره. مثلا میگم که من با بازار میرم برای خریدن سیب، تفاح رو استفاده میبره. اگر دانه دانه چند تا سیب ها خرید، تفاحات، یک چند دانه سیب خریدنی هستن. اگر یک دانه سیب خریدنی باشه رنگ مردم روس، انا چیکار میکنه؟ میگه که اشتریتو یا که اشتری میخرم. چی میخرم؟ تفاحه، یک دانه سیب. دو دانه چی؟ تفاحتین. از دو دانه بیشترش میگه که تفاحات. اگر ذکر نکنید این رو چی میگید؟ اريد ان اشتری تفاحه، سیب خریدن میخوام. فهمیده؟ بارک الله فیکم. نعم. التفاح فاکهة لذیذه، سیب میوه بالذت است. در اینجا التفاح مبتدا شده است، برای مبتدا خبر در کار است. فاکهه خبر شده ایستاده است. فاکهه منعوت است. لذیذه نعت شده ایستاده است. نعت تابع منعوت شده است. منعوت مؤنث آمده است، نعت هم مؤنث شده ایستاده است. لذیذه. ما ذلك چیز در دوتر میتابد. میگوید که ما ذلك آن چیست؟ ذلك عصفور، آن گنجشک است. العصفور طائر صغیر، گنجشک پرنده کوچک است، میده است، خرد است. فهمیدید؟ یکی میتوانیم به جای طائر چی گفتن؟ طیر. طیر صغیر، پرنده خرد است. العربیة لغة سهله، عربی زبانی آسان است. العربیة لغة جمیله، عربی زبانی زیباست. عمار طالب مجتهد و محمود طالب کسلان. عمار دانشجوی کوشش کننده است، البته این و عمار در نظر ندارد. و محمود دانشجوی دنگاسه است، تنبل است. اگر در یاد داشتگی باشید، ما در کدام درسی از درس‌های گذشته تعریف الممنوع من الصرف رو گذاشتیم. همون درسی گذشته رو با تکرارن میگذاریم و دیگر قسمی از ممنوع من الصرف رو در اینجا ذکر میکنیم، مانندی کسلان، عطشان و هکذا. تعریف الممنوع من الصرف، شناسایی به اسمی که او الممنوع من الصرف است، یعنی تنوین نمیگیرد و در آخرش به جای کسره فتحه میگیرد و ایرا ممنوع من الصرف میگوید. هو الاسم المعرب الذي لا يدخله تنوین، گفتم در درس‌های گذشته نویسیدیم. الممنوع من الصرف اسم است. کدام نمودی اسم؟ المعرب. المعرب یعنی آخرش دیگرگون میشدگی. کدام اسمی که آخرش دیگرگون شود izменяемая форма по трем флексиям میگوندش، یا که по трем падежам. خوبتر. خب هر اسمی که، هر کلمه که آخر او دیگرگون شود و ایران معرب مینامند. معرب.
معلوم میشه که الممنوع من الصرف این هم از اقسام همان اسمی بوده است که آخرش چی میشن؟ دیگرگون میشود. الذي لا يدخله تنوین، بس از دیگر اسمها چی فرق دارد؟ از عباسون مثلا چی فرق؟ فرقش از آن عبارت است که لا يدخله تنوین، در عباسون تنوین داخل می شود و در کلمه هایی که الممنوع من الصرف است مانند عائشتو، کسلانو و هکذا، یا که عطشانو، در اینها تنوین داخل نمی شود. برای چی؟ برای این سبب است. و یجر بالفتحة نیابة عن الكسره، الممنوع من الصرف در برابر آن که تنوین را قبول نمی کند آن را با فتحه جر خوانده می شود بجای کسره. برای چی این خیلی گفته ایستادیم؟ زیرا اینکه جر اساسا باید به کسره می شد. اشتریت هذا الكتاب من عباس، من عباس، فهمیدید؟ از عباس کسره آمد. اما اگر اسم الممنوع من الصرف باشد مثلا من عائشته می شود، فهمیدید؟ خب الا اذا عرف بال او الاضافه، خب یعنی کسره را همه وقت قبول می کند که اگر معرفه شود با سببی یا که به سببی داخل شدن الف لام. اگر کدام اسم رو بینید که الممنوع من الصرف باشد در اولش الف لام داخل شود و از الممنوع من الصرف می براید، در حالت جر به کسر خوانده می شود. مثلا مررت بمساجد میگویم، مساجد غیر منصرفه. اگر در سری که مساجد ال داخل شود مررتو گذر کردم، گذشتم، بالمساجدی میشد. برای می گفتی است که الا اذا عرف بال، یعنی استثناء می شود از این قاعده، یعنی در حالت جره به کسره خوانده می شود آن را اگر در سرش الف لام داخل شود. او الاضافه، یا که مضاف شود. مثلا یک کس میگوید که مررتو بمساجد المدینه، بمساجدی المدینه، من مرور کردم، گذشتم به نزدی، به قریبی مسجدهای شهر، مسجدهایی که ویها مسجدهای همین شهر می باشند، من به قریبی ویها گذشتم. در اینجا بی مساجدی می شود، گرچنده الف لام هم در آمدگی باشد. دوم علت هست، مضاف شده ایستاده است، مضاف. فانه یجر بالکسره، در چنین حالت الممنوع من الصرف را جر خوانده می شود با چی؟ با کسره. انواعه، اکنون نوع نمودها دارد با الممنوع من الصرف. ينقسم الممنوع من الصرف الى نوعين. اسم الممنوع من الصرف بدون نوع تقسیم شود. بارك الله فيكم. الممنوع من الصرف لعلتين، یکمش چی بوده است؟ الممنوع من الصرف است که در وی دو تا علت رو دیده می شود، یعنی به دو سبب. اگر شما رو پرسن که مثلا این کلمه چرا الممنوع من الصرف شده است، میگید که یکم علتش این است، دویم علتش آن است. فهمیده؟ خب دو علته، علما کان او صفه، فرق ندارد یکم علتی اساسیش علم باشد، نام خصوصی باشد، نام شخصی باشد، یا که صفت باشد. علم و صفت اینها علتهای یکمی اسمهای الممنوع من الصرف دو علته می باشند، یعنی یک و یک باره هم علم و هم صفت نمی گویند. یکم علتش باید که علم باشد یا که صفت باشد، بعد دویمش چی که شود. فهمیده؟ یکم علتی اساسی
باید که علم باشد یا که علاوه کنید که با و نگوید، چون که فرق است بین و یا. فهمیده؟ هر دی اینها در دو علت داخل می شوند. دوم الممنوع من الصرف لعلة واحدة تقوم مقام العلتين. دوم نمود الممنوع من الصرف چنان الممنوع من الصرف هست که یک تا علت دارد که مقام دو علت را عوض می کند. یعنی به دیگه تعبیر تاجیکی گویم، یعنی به جای دو علت می آید. یک تا همون علتش چکار می کند؟ به جای دو تا علت می باشد. همون یک علت کفایت می کند. اینه انشاءالله بعدا می گذاریم. نعم. اولا الاسماء الممنوعة من الصرف لعلتين. یکم درباره آن اسمهایی می گذاریم که وایها الممنوع من الصرف می باشند به خاطر دو تا علت که گفتیم. یکمین از این دو علت یا علم هست و یا که صفت است. نه. بعدا در درسوی گذاشتم ما یک تا رو گذاشتیم. العلم المؤنث المختوم بتاء التأنیث. نه العلم گفتیم. کدام اسمی که یکم علتش العلم باشد، چه نام خصوصی باشد. المؤنث دویم علتش زنانه باشد. اکنون از بس که زنانه قسمهای بسیار دارد، درباره زنانه گفتگی گپ یا که مؤنث جنسی زنانه گفته، ما باید که کمی صحبت کنیم. کدام نمودی مؤنث؟ العلم المؤنث المختوم بتاء التأنیث. در خاتمش چی را دیده می شود؟ تای تأنیث را دیده می شود. در آخرش تای زنانه را دیده می شود. سواء اکان التأنیث حقیقیه. فرق نداره خواه مؤنث حقیقی باشد. ما گفتیم مؤنث حقیقی چگونه مؤنث می باشد؟ مؤنث حقیقی آن مؤنث می باشد که تولد می کند یا که تخم می گذارد. مثل عائشه. عائشه تخم می گذارد یا که تولد می کند؟ احسن. مؤنث حقیقی بود است. ام لفظیه فرق ندارد. همون تای تأنیثی که یا تایی که در آخری همون کلمه دیده می شود از مؤنث هایی باشد که و مؤنثی چه لفظی باشد، معناش مردانه است. مانند حمزه. همه حمزه منصرف است یا غیر منصرف؟ میگن من غیر منصرف. یکم علت ایادتون نبرو، نام خصوصی است العلم. دوم التأنیث زنانه. هم خیلی عائشه تو العلم. دوم تأنیث یعنی علتش ما اول ذکر کرد. دوامش ببینید. والعلم المؤنث المزيد على 3 احرف. نگاه کنید. بوم می شود که اسم علم باشد و خلی علمم گم شد. بارک الله فیکم. می شود که علم باشد و مؤنث باشد که از 3 حرف بیشتر می باشد. از 3 حرف بیشتر می باشد. ولا علامت فیه للتأنیث. برای زنانه بودنش یگون نمود علامت رو دیده نمی شود. اساسا علامت های مؤنث چند تا می باشند؟ 3 تا علامت است. یکی از منها آن علامت است که در آخرش چی دارد؟ تای مربوطه دارد. احسن. اینا چی میگوین؟ مؤنثی معنوی میگوین. یعنی میدونیم که این نام را آسان کرده گویم در زن استفاده برده می شود یا که در چیزی زنانه استفاده برده می شود و یا که در کسی زنانه استفاده برده می شود آن را، اما نشانه زنانگی ندارد. این مؤنثی معنوی میگن چون که معناش زن را دلالت میکند. مانند زینب.
نب از 4 تا حرف عبارت بوده است. همه خیلی است. این رو میگویند که یعنی علمی مؤنثی که المزید على 3 احرف، یعنی علمی زنانه که حرفش شمار کنید از 3 تا حرف بیشتر می باشد. فهمیدید؟ اگر شما رو پرسم، اختصار کرده میگم که برای فهمیدید یا نفهمیدید، پرسم که عایشه تو منصرف است یا غیر منصرف، میگید که غیر منصرف. چند علت دارد؟ میگید که 2 تا علت دارد. کدام ها می باشند؟ العلمیت و التأنیث. نگاه کنید. پرسم که حمزه تو منصرف است یا غیر منصرف؟ نه ترسی میگید که غیر منصرف. کدام علت؟ چند علت؟ 2 تا علت دارد، العلمیت و التأنیث. زینب چی؟ میگید که این هم غیر منصرف است، 2 تا علت دارد، العلمیت و التأنیث. بعد میگم که شما عایشه رو نیز مؤنث گفتید، حمزه رو نیز مؤنث گفتید، زینب رو نیز مؤنث گفتید. چگونه اثبات میکنید که اینها مؤنثند؟ یا که کدام نمودی مؤنث میباشند؟ میگوید که عایشه تو مؤنث حقیقی است، حمزه تو مؤنث لفظی است، زینب چی؟ معنوی است. مؤنثی که زینبو گفتیم در حقیقی داخل میشه و یا نه؟ نه بعد در حقیقی داخل نمیشه. ما گفتیم که مؤنث حقیقی آن مؤنث رو میگویند که تولد میکنند، یعنی این هم مؤنث چی؟ حقیقی معنوی بوده است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. اکنون اینا در درس‌های گذشته گذاشتیم این رو. دویم الصفه. دویم چی بوده است؟ الصفه. اذا كانت مختومة بألف ونون زائدتين. هر جو صفت رو بینید که نگاه کنید، هر اسمی که علت یکمش چی باشد؟ صفت باشد و در خاتمش الف و نون زیادتی باشد. فهمیدید؟ هر اسمی رو بینید که صفت باشد و در آخرش الف و نون زیادتی داشته باشد، وای هم چی می شود؟ الممنوع من الصرف می شود، غیر منصرف می شود. دیده در اینجا علت یکم چی آمد؟ صفت آمد. فهمیدید؟ مثلا کسلان یگان کس رو دیدید که در شناسنامه‌اش نوشته باشند که کسلان، نام این کس کسلان. وای رسلان. کسلان، تنبل، عطشان، اینها نام نیستن، اینها نام خصوصی نیستن. فهمیده؟ بارک الله فیکم. اینها نام خصوصی نیستن، اینها را همچون وصف، همچون صفت استفاده برده میشد. بارک الله فیکم. بنابراین علت یکمشون از چه عبارت بود است؟ بارک الله فیکم. الوصفیه یا که الوصف یا که صفه. علت دوم چه؟ الف و نون زیادتی. از کجا میفهمید الف و نون زیادتی را؟ اگر آن را گرفته شود ریشه کلمه ویران نمی شود. کف سین لام از کسل گرفته شده است. فهمیدید؟ چون که این چی؟ 3 حرفه می باشد. اصل این کلمه 3 حرفه می باشد. اون الف و اون نون اینا چی؟ و الف و نون زیادتی می باشد. برای مثال محمود طالب کسلان. اعرابش چونی می شود؟ محمود مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم
مفرد منصرف. طالب خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف وهو منعوت. خلاص وهو منعوت. كسلان نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد غیر منصرف. برای چی ما غیر منصرف گفتیم؟ زیرا تنوین ندارد. غیر منصرف که گفتیم کسی در حیرت نماند میگه که فیه علتان، در کسلانو دو تا علت است. فیه علتان الصفة والالف والنون الزائدتان. یکم علتش صفت است و دوم علتش الف و نونی زیادتی دار. فهمیده؟ نه. دوام میدیم. دوم قاعده رو نیست تمام کردیم. من انت، تو کیستی؟ انا طالب، من دانشجویم. انت طالب جدید، آیا تو دانشجوی نوی یا که آیا تو دانشجوی نو هستی؟ نعم انا طالب جدید، آره من دانشجوی نوم. قسم دومی درس سر میشه. مشقوشه بعد میگذاریم. این المدرس، مدرس در کجاست؟ برای خاطر اون که فهمو شود چرا درس را به دو قسم تقسیم کرده شده است. اگر در یاد داشتگی باشه یک درس رو نیز دو تقسیم کردگی بود. در آنجا شمسیه و قمریه بود. باید داره اینجا این نیز درباره معرفه و نکیره میرود. اگر همون نعتهای قسم یکم بینید نکیره آمدگی هستند. کسلانو نکیره آمد، تاجرون، غنیون همش نکیره آمد. در اینجا فقط چی فرق آن که فرق از آن عبارت است که نعت معرفه شده است. آخه ما گفتیم که اگر منعوت نکیره باشد نعت نکیره می شود، معرفه باشد معرفه می شود. این المدرس، مدرس در کجاست؟ هو فی الفصل، وی در صنف است. و این المدرس الجدید، و مدرس نو در کجاست؟ نگاه کنید. المدرس مرفوع است، مرفوع است. الجدید نیز مرفوع است. المدرس الف لام دارد، الجدید نیز الف لام دارد. المدرس مذکر است، الجدید نیز مذکر است. فهمیده؟ بارک الله فیکم. معلوم است که المدرس منعوت است، الجدید نعت است. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وجره وفي تعريفه وتنكيره وفي تذكيره وتأنيثه. نعم همش كسر مش گفتم که جر باشه جر. اشتريت هذا الكتاب، این کتاب را خریدم. گوش کنید. اخذت هذا الكتاب، این کتاب را گرفتم. من المدرس الجدیدی میگه. من المدرس الجدیدی میشه. و این المدرس الجدید گفت. و مدرس نو در کجاست؟ هو عند المدیر، و در پیشی یکی در نزد مدیر است. این الطالب الجدید، دانشجوی نو در کجاست؟ جواب ببینید. ذهب الى المکتبه، به کتابخانه رفت. به کتابخانه رفت. نه. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة، کیست آن مردی دراز که حالا از مکتب برآمد، از مدرسه برآمد؟ یعنی آن مردی درازی که حالا از مکتب برآمد کیست؟
در اینجا قاعده نو آمد درباره الذی. قاعده الذی خیلی گپ بسیار است، در حقیقت خیلی هم قاعده های بسیار است. کوشش کرده هم یک قاعده میدش ذکر کردم در اینجا، اگر نه خیلی هم گپ بسیار دارد. الذی را الاسم الموصول میگویند، الاسم الموصول، اسم موصول میگویند. اسم موصول چگونه اسم است؟ هو اسم يعين المسمى بواسطة الجملة التي تأتي بعده وتسمى صلة. این قاعده است. اسم موصول این هم اسم است. چگونه اسم؟ يعين المسمى، همان چیزی را که نامبر کرده شده است وی را معین میکند، وی را معین میکند. یعنی این هم یک اسم معین کننده است. معین یعنی معین شدن او به چی میشود؟ یعنی جمله ناتمام میشود تا بعد از وی یگون جمله نبیاید. مثلا میگوید که کیست آن مردی کی، یا که کیست آن مردی قامت بلندی کی، دوامش نیست. همون مردی قامت بلندی کی چیکار کرده یا آخر جمله درکار. فهمیدید؟ الذی مبهم می باشد. مبهم یعنی که نافهما، معنی او پره نیست، معنیش فهماتر نیست، گویم او که فهما نیست تماما. انا برای میگوید که هو اسم یعین المسمى، این اسم است که همان چی را که نامیده شدگی است ذکر کرده می شود پیش از وی را معین می کند با واسطه جمله که تأتی بعده، وی جمله بعد از وی می آید. و تسمى صله، انمون جمله بعد الذی می آمدگی را نامش را از نگاه قاعده زبان عربی صله می گویند. صله پیوند. نه مثال، یک مثال دیگر رو آوردیم، اگر این مثال خودش بسیار واضح است. یک مثال دیگر میگویم الرجل الذي خرج، مردی که برآمد. الرجل الذي خرج اعرابش چگونه است؟ الرجل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد منصرف. الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة. فهمید؟ الذي اسم موصول است مبنی بر سکون، یعنی آخرش دیگرگون نمیشه، یک خل با سکون میشه، لیکن در محل رفع آمده ایستاده است همچون صفت برای الرجل. الرجل الذي خرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والفاعل ضمير مستتر جوازا. فاعل فاعل شيء همون ضمير مستتر جوازا. والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول. أنا من جملة كي از فعل فاعل تشكيل شد و ایرا صله موصول مینامند که لا محل لها من الإعراب، یعنی صله موصول یا که جمله که همچون صله شده است برای اسم موصول و اعراب قبول نمی کند. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة، کیست همان مردی که یا که همان مردی قامت بلندی که حالا از مدرسه برآمد؟ هو المدير الجديد، وی مدیر نو است. و من الولد الصغير الذي خرج الآن من الفصل، و کیست بچه خورده که حالا از صنف برآمد؟ بچه خورده که حالا از صنف برآمد کیست؟ هو ابن المدير الجديد، وی پسری مدیر نو است. المدیری برای چی المدیری شد؟ برای ابن شده. ابن آخر چه؟ مضاف. احسنت.
المديري مضاف إليه مجرور بالمضاف، المديري منعوت، الجديدی نعت. فهمیده؟ هر یک دیگرگونی که در آخری کلمه میبینید باید که دانید با کدام سبب شده ایستاده است. این رو چه میفهمید؟ از آخری جمله، برای خاطر خودتون سوال دادن از آخری جمله میگید که هو ابن المدیر الجدیدی. چرا الجدیدی؟ میگید که نعت است. فهمیدید؟ معلوم است که المدیری منعوت است. چرا المدیری شده است؟ میگید که مضاف الیه است، پیش از وی مضاف آمده است ابنو. برای چی ابنو تنوین نگرفته است؟ برای مضاف است. مضاف تنوین قبول نمی کند، الف لام رو نیز قبول نمی کند. بس گویند که برای چی ابنو شد ابنه نشد ابنی نشد؟ میگید که خبر است. معلوم است که اول پیش آمدگی اسم مبتدا است. فهمیده؟ هو این خودش مبتدا شده است، در محل رفع است. نعم. لمن تلك السيارة الجميلة، لمن تلك السيارة الجميلة، آن نقلیات زیبا از آن کیست؟ هي للمدير الجديد، وی از آن مدیری نو است. فهمیده؟ لمن هذا الكتاب الكبير، این کتاب کلان از آن کیست؟ هو للمدرس، و از آن مدرس است. یعنی اهو بفکر من احسن اهو للمدرس با سوال میدهد آیا او از آن مدرس است؟ لا هو للطالب الجدید، نه وی از آن دانشجوی نو است. این الملعقة الصغیره، چمچه معده در کجاست؟ هی فی الکوب، وی در جام است، وی در استکان است، یعنی در داخل استکان است. این الکرسی المکسور، کرسیش شکسته در کجاست؟ هو هناک، وی در آنجاست. فهمیدید؟ این بود بارک الله فیکم درسی امروزی ما. خب اکنون تمارین مشق ها. الكلمات الجديدة للدرس التاسع، کلمه های نو که وارد درس نهم شدگیند و ها را مفردشان را می نویسه، جمع داشته باشند جمعشان را می نویسه و در آخر ترجمه آنها را می نویسه. مثلا فاکهه می نویسید آن را مفردش را، جمعش را فواکه و معناش را میوه گفته می نویسید. تمارین مشقها. اقرأ و اکتب، بخوان و بنویس. این عباره ها را که از 10 تا جمله عبارت می باشند آنها را می نویسید در جدول زیرین. از طرف راست عربی کرده و از طرف چپ ترجمه شان را به تاجیکی یا که به زبان خودتون. نه. محمد طالب قدیم، محمد دانشجوی کهنه است، یعنی دیرینه است، پیشین است. کهنه خیلی که مانند فرسوده و دیگر. نه. الثاني مشق دویم. ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبة. این خیلی هم مهم است. بارک الله فیکم. میفرماید که در پایان در جایهای خالی نعتی مناسب گذار. وقتی که شما را گفت که نعتی مناسب گذار، معلوم می شود که منعوت آمدگی هست، ذکر شدگی هست، فقط چی نمیرسد؟ نعت نمیرسد. این آسان است. خدیجة طالبة مجتهدة. فهمیدید؟ خدیجة منصرف است یا غیر منصرف؟ غیر منصرف. چند علت دارد؟
من میتونم بگم سوارد هم که خیلی این یک علت است یا که دو علت؟ دو علت. خب دو علت داشته باشد. یکم علتش چیست؟ نه علت های غیر منصرف دو تا گفتیم که من درباره مؤنث نگفتی زدم. العلمیه دوم التأنیث. العلمیه و التأنیث كونوا منتبهين يا نعم. الثالث ضع في المكان الخالي في الجمل الآتية منعوتا مناسبا. نگاه کنید چی میفرمایم. در مکانهای خالی، در جایهای خالی، در جمله های زیرین منعوت مناسب گذار. معلوم میشد است که نعت ذکر شدگی است، منعوت نمیرسد. منعوت را در اساس نعت دیده تشکیل کنید. یعنی دیدید که در اینجا نعت زنانه آمدگی است، برایش باید که زنانه منعوت تشکیل کنید. اما خیلی است معرفه نکره. العربیة سهله. العربیة لغة سهله. فهمیدم؟ الرابع چهارم اقرأ بخوان. کسلان جوعان عطشان غضبان ملآن. فهمیدم؟ اینها را چی گفتیم؟ اینها اسمای غیر منصرف می باشند. از چه علت می باشند؟ از دو علت. علتی اساسی این کلمه های در بالا ذکر شده چیست؟ صفت. الوصفیه دوم علتش چیه؟ الالف و النون الزائدتان. الف و نونی زیادتی دارد آخرشان. فهمیده؟ انا جوعان، من گرسنه‌ام. انت جوعان، آیا تو گرسنه هستی؟ لا انا عطشان، نه من تشنم. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ چرا امروز مدرس در غضب است؟ الکوب ملآن، جام یا که کاسه یا که پیاله یا که استکان پر است. تمارین با مشقی دیگه قسم سر میشه. اقرأ واکتب، بخوان و بنویس و ترجمه میکنید. 10 تا عباره را ذکر میکند مثل قسم یکم از این درس. میفرماید که الطبيب الجديد في المستشفى والطبيب القديم في المستوصف. دیدید؟ همون لغت نویس هم عجایب کرده است. کلمه‌ای که آمدگی هستن ننویسه، کلمه‌ای که آمده در چند درس و یا را نویسه. کدام بی سواد و یا را اکن برای شهرت گرفتن چیکار کرده است؟ تشکیل کرده. نعم. الطبيب الجديد في المستشفى، دکتر نو در بیمارخانه است. و الطبيب القديم و دکتر پیشینه در درمانگاه است. پلی کلینیک درمانگاه میشه به فکرم. نه، این عباره ها رو می نویسید و ترجمه آنها را نیز در پایان می نویسید. نه. الثاني املأ في الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحليته بال عند اللزوم. چی میفرماید؟ میفرماید که در پایان جایهای خالی را پر کن. با چی؟ با نعت. کدام نعت؟ نعتی که در میان قوس جایگیر کرده شده است. در بین قوس آمدگی است که در آخری جمله وایها نعت می باشد. از آنها گرفته وایها را باید که گذاشتن گیرد. بعد از داخل کردنی در سر اونها الف لام را در وقت ضروری، کدام وقت ضرور می شود الف لام را در سر نعت داخل کردن؟ وقتی که منعوت الف لام دار باشد، یا که به دیگه تعبیر گویم اگر معرفه باشد، این خوبتر میشه. کو بینیم
أين المدرس؟ جملة دوام دارد، جدید رو آوردن در کار. أين المدرس جدید می شود؟ نمیشد. أين المدرس الجدید؟ الجدید می شود. تاجر، التاجر كبير في السوق، نمی شود. التاجر الكبير في السوق. أنا طالب قديم، می شود؟ می شود، زیرا طالب نکیر است. أحسن. الثالث، اقرأ بخون. الطالب الذي خرج من الفصل الآن من اندونيسيا. دانشجویی که حالا از صنف برآمد از اندونزیا است. الذي چگونه اسم است؟ اسم موصول است. صله آن کدام است؟ میگید که خرج، همو خرج دوامش فعل و فاعل. الكتاب الذي على المكتب للمدرس. کتابی که در بالای میز است از آن مدرس است. بعد از الذی می آمدگی جمله چی می باشد؟ صله می باشد. فرق نداره خواه یعنی جمله اسمیه باشد یا که جمله چی باشد؟ فعلیه باشد. فعلیه باشد. خوانده ترجمه میکنید. الاسئله، سوال ها. اذکر تعریف النعت. تعریف النعت را ذکر کن. اذکر تعریف الممنوع من الصرف. یعنی تعریف ممنوع من الصرف را چه ذکر کن. یعنی الممنوع من الصرف چگونه اسمی باشد. اذکر تعریف الاسم الموصول. اسم موصول را تعریفش را ذکر کن. اعرب ما یاتی. عباره زیرین را اعراب بکن. عباس تاجر غنی. محمود طالب كسلان. الرجل الذي خرج. تمام. نكتفي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.